حالتی نمیفهم که از قوم ما کی بود. از سایه ها می‌فهمید که از همین سایه ها میفهمیم بسیار یک حالت خراب بود. شما کجا و من نفری را دیدم که چاره نداشتم که من او را از دستش بگیرم. خانم چیخ زد که بیادر بگیر، نمیتونم، گفتم نمیتونم، بسیار حالت خراب دیدم. توشک دیدم، گواری طفل دیدم، با حالتی را دیدم که خانم صدا کرد که بگیرین مرا، گفتم نمیتونم. تا کجا دویدم دیگه بسیار حالت خراب دیدم. وقتی که خانه مسلمان دیدم، توشک دیدم دیگه، من استاد شدم، گریه کردم، چاره نداشتم بگیرم دیگه. از پیشم بسیار خاطره تلخ جالبیه که من در زندگی ندیده بودم و حال در این حالت ندیدم. در چند جنازه رفتیم، در پیش حوزه 4 جنازه این امروز من دیدم. از اونجا رفتم شناسایی نکردم که کی بود. پس آمدم اونجا دوستا را گفتم که یک طفل 6 ساله، یک دختر 7 ساله، یک مردکی پیر